بشین. باشه بشین. دسته اول بی خیالا، اینا به کیفشون هم حسابمون نمیکنن. خانم ببخشید این جلسه باید چیکار کنیم؟ هر جلسه چیکار میکنیم؟ هر جلسه که هنوز اوله. بشو خانم میخوابی. بکپین پس. تو خوشحالی مدرسه باز شده. تو خوشحالی مدرسه باز شده. آره پر در آوردم. اسکول هر جلسه 4 تا امتحان میگیرن. عقده‌ای و بد اخلاق. عموما معلم درس چرت و پرتن. یه بار سر کلاسم غیبت کنی مردودت میکنم کلا بری محشی واسه خودت. به پشمم یه کار کردم شهریور راد ندادن معنی پشم خوب میفهمی. درس مهمیه. کار و فناوری اسمشو تریلی نمیکشه. یعنی خاک بر سر حول یکتون کنن. بو گلار پایین تنتون تا اینجا میاد. یکی و پسرا خوب میفهمن. بو وایتکس کل کلاس برداشته. ببخشید مدرسه دخترونه بغلی کی تعطیل میشه؟ یک بار دیگه وسط حرفای من زر زدی یه کاری میکنم از دارا تبدیل شی به سامی. ادامه تحصیلاتو همون مدرسه بغلی بدی که خیلی دوستش داری. گل خوردیم آقا. آفرین پسرم، حواست به خودت باشه. این بوی کثافتتونم جمع کنین. اون دنیا اینجوری نیستا. بعد میپیچن سرش از همونجا ویزونتون. البته با این وضعیتی که شما دارین دیگه چیزی واسهتون نمونده. تشی هست خورموز. یه خورده آدم باشید. اینا کلا خستن میدونین. خسته به نام خداوند بخشنده مهر. خب کتاب امسالم به پایان رسید. از کلی کتاب امتحان میگیرم فردا. خدا نگهدار. لاشی شما ترین کلاس گشتین که تا حالا داشتم. خب بچه ها تابستون چی کارا کردین؟ اینا هم که قراره انقدر ازتون سوال پرسن که مغزتون رو به سایش بدن. خوردیم خوابیدیم. دیدیم ما همش مسافرت بودیم. این عزیزم کجا؟ با بدبختی از اینستا یوتیوب، از یوتیوب به توییتر و تلگرام تاپ داره که نت‌ها ضعیف کرد. اینا دیگه کیان؟ مامان بیا دنبالم، من از اینجا بدم میاد. مگه تابستون چی کارا کردی؟ کل روزا تو اتاقم پلاشیدم ولی بازم بهتره. مدرسه واقعا مزخرفه. چرا اون وقت؟ چون مدرسه داره مایو میکشه. یعنی چی؟ خب کتابای درسی از چی درست شدن؟ کاغذ از چی درست شده؟ از درخت‌ها. بعد اکسیژن از کجا میاد؟ بازم از درخت‌ها. ما برای نفس به اکسیژن نیاز داریم. پس مدرسه داره مایو میکشه. های خانمم چرا دیر کردی؟ چون راهرو مثل سگ سلوغه. همه مثل اسب همدیگر هول میدن. 2 ساعت دنبال کلاست بالا پایین کردم. هیچکس هم نبود کمکم کنه. هی میگفتم بایا چپ بایا راست. باشه این بارو بش. یا اکثر امامزاده ها این چرا این ریختیه؟ خب کرونا هنوز تموم نشده. یو میگه خانم دماغش کنده. دهانتو ببند. سر کلاس من جای خواب نیست. بله میگم این 3 ماه چیکارا کردی؟ خوابیدیم. یعنی از مکانهای تفریحی کجاها رو دیدی؟ خوابشونو دیدی. سلام. خب دیگه تشریف فرما نمی‌شدین. مامانمون داشت به 85 لبش سامورایی ازمون عکس روز اولی میگرفت. مامیزون موسی اولین قدمت به کلاست دوربین بفرست.